بسم الله الرحمن الرحیم. آمین یا رب العالمین. جناب، شما چرا نماز میخونید؟ نماز به خاطر شکر کردن میخوانیم جرکوتای نزدیکی است، به یاد آوردن خالق توسط مخلوق است. استاده شدن به حضور خالق یکتاست. ما هم آتش روشن میکنم، اما محمد نمیشناسم. صلی الله علیه و آله و سلم. حتی جناب عثمان وقت نامشم میشنود دست به سینه برده جمله را که تو گفتی تکرار میکنم. چرا این کار میکنم؟ چرا که جرکوتای او سلطان دو عالم است. بسیار ثروتمند بود. بعض شبا گشنه خو میکرد، لباس خودش میدوخت، شکم با یک دانه خرما و شیر سیر میساخت. بچه خیلی چرا او را سلطان دو عالم میگه؟ او هیچ چیز نداشته، حتی شکم خود سیر کده نمیتونسته. به خاطر که ثروتمند نبود، به خاطر که تقسیم میکرد. جرکوتای سلطنت اصلی در قلب انسان است. بچه سلطان اصلی کسی است که در قلب ها حکم روایی کنه. بشنو جرکوتای بچه، خوب بشنو. فتح اصلی فتح کردن قلب های انسان است، میفهمی؟ او سلطان قلب ها بود بچه، مهربان بود. او بسیار قلب نرم داشت، به خاطر امت خود به تشویش بود. میفهمی جرکوتای؟ او اطفال بسیار زیاد دوست داشت. اطفال؟ بله. خب حالا بگو جرکوتای، محمد مصطفی خوشت آمد؟ او مرا دوست داره؟ ما جرکوتای بسیار کارای بد کرده. جرکوتای انسان ها را از بین برده. جرکوتای اطفال کشته. جرکوتای از شغالا یاد گرفته. جناب. اوی جرکوتای آرام باش بچه، آرام باش بچه، آرام باش بچه، آرام باش. او مرا هیچ دوست نمی داشته باشه جناب. اوی جرکوتای توبه میکنیم، گریه میکنیم، آزار میکنیم. ای قسم چشمای ما عشق پارو میشه. او ابا
اطفال محبت میتیم، بزنا محبت میتیم و حتی درختها حیوانات دوست می داشته باشیم. کل چی داره که جناب حق خلق داره دوست می داشته باشیم، دوست می داشته باشیم تا و ما را دوست داشته باشه و در آخرت ما را در زیر بیرق خود دعوت کنه بچه. حتی مرا حتی تو رامجر کوتای